پخوا خو موږ نه پوهېدل دا کوچیان کې مریض کېدل موږ دا ولکې کېده ورخطا کېدل دا په دې څه وکړو. در ولایت نیمروز زیادتر خانم ها مثلا نمیفهمند که اینجا با کلینیک بیاین، به خاطر زیادتر از اطفال از اونا سوء تغذیه می شدن. حتی خانم هایی که حامله بودن خود از اونا دچار سوء تغذیه می شدن. پروژه MCBP در ولایت نیمروز توسط مؤسسه فراداتا با حمایت پروگرام غذایی جهان یا WFP و بانک جهانی برای بیش از 26,000 بینیفیشری یا مستفید شونده که در 10 مرکز آموزشی تحت پوشش قرار میگیرد تطبیق میگردد. ما در این برنامه به خانم‌ها در مورد تغذیه، سوء تغذیه، شیر مادر، واکسیناسیون، تغذیه تکمیلی و همچنان در مورد کلینیک‌ها سرمایه‌گذاری روی صحت و پس‌انداز معلومات میدیم. خانمانی که مثلا مشکل داره یا آمده نمیتونه در پهلوز مشاهده زو میتونه به جای زو بیایه و هم معلومات ضروری که اما پرینسیپل آمده نمیتونه ما با الټرنیتیوز هم در این مورد معلومات ارائه میکنیم. خود ما به حیث یک ترینر تغییرات خیلی زیاد در داخل مستفیدین از دورای اول تا فعلا احساس میکنم که معلومات خیلی جدید اخذ کردن که با اونا داخل زندگی اونا و به طفلات اونا خیلی موثر واقع شد. هدف از پروژه MCBP حمایت از خانواده ها و بهبود وضعیت صحی مادران و کودکان می باشد. در کمک می پروسه فهمیدیم که مادرها چرا طفل خودش شیر بدن. من یاد گرفتم که بچه خودم چطور نگاه کنم با کمک این پروسه. یا وقتی که بچه بم کار دلو موږ واکسین تماشم ما بیا از داته به کیږي موږ بیا کار کوي اوس چې هر څومره قدر کتابه شدید کیږي وخت لرو نه لرو الای د ځان بیا کار کوو موږ د خپل کوچنی په مرتب واکسین ته بیایو. ما وقتی که به درس میام طفلای ما به اتاق کودک ما امرای سامانه بازی همونجا بازی میکنه تا ما راحت درس خود گوش بدیم. بنفیشری زمانی که به ما مراجعه کنن بسیار مسئول و محرمانه مشکلات و شکایت خود با ما در میان بگذارن و ما با حضور رسیدگی میکنیم. وقتی ما به این پروسه میایی که به ما آموزش میده در بدل به ما 4300 هم پول میده. میتونه هم به خود خو هم به طفل خو غذای مفیدی بگیره هر چی که باشه خیلی سر زندگی ما تاثیر داره. از وقتی که می پروسه MCBP شروع شده زیادتر خانم ها مثلا فهمیدن در مورد تغذیه طفل خود فهمیدن و خود خانم ها در مورد واکسن میفهمند، در مورد تغذیه با شیر مادر میفهمند و خیلی از مراجعین به کلینیک ما زیاد شدن. دگال شکم داخل 7 ماهگی است مثل 3 تا 4 بار رفت پیش قابله و من تابلت کمپونی داد گفته شما کمپون است می تابلت ها تا 1 ماه استفاده کنیم و سنگرافی هم کرد و سطح طفل خود پرسان کرد و نگاه کن طفل من سالم است آب بدنی خوب است نیست دگاه رفت و گفته خوب است دیگه من کل چیزا رو زمین درس خواندن یاد گرفت و بلد شده قبلا نمیدانست. اوج د درسونو ته سره کوښ پر ډیر څه پوه سوی یم په دې پوهېږم چې کوچنی شه پاک وساتې شه پاکه ډوډۍ ورکړي شی ورکړي بله شیان چې ورکړي اوس چې غذي کېږي وختي نه پوهېدلم اوس پر څه پوه سوی یم. با کمک همین پروسه ما فهمیدیم که نو دوره طفلا باید واکسین شوند.